که کنگرس امریکا 415 میلیون دلار بوان پیشمرگان دا بین کرینه یند اپراسیون کنترل کنا باجر موصل دا پشکداری دکن. جباریاور امیندار گشتی وزارت پیشمرگه را گهاند جاوری وان هاریکاریان دکین که بریار لوی هیوی بگهنه هرمیو بو وی مرمجی لجنه یک دهیت کردستان و دست به کارین خوکتن. جباریاور گوچی او کجم پاری به اجاری ناهتن. هفدم فریق جمال محمد سپاس سالار وزارت پیشمرگی بجید حتی نها کاروبارن وی بابتی لیده ورپرسین واشنطن او هر دمه او پارگهشتن ده دست به دابشکرنه هتا کرن. هر واسا ماتیاس میتمان کنسول بری امریکا لحرم کردستان کل هفتیا بوری پوست خوب جهلای گوت بو او پاره بو پشتوانی کرنو پیس کرنا شیان وان پیشمرگه آنه گوده ده رزگار کرنا موصل دا بشکدار بن.